از نظر من افغان در ایران مجرم و تروریست، من اینکه عکسش شد ثابت بشه. من پایین حرفم هستم تا آخر میمونی دیگه. حتما. اگه هر کدوم نفری 10 تا زایمان کنن، نسل ایران 10 سال بعد چه اتفاقی بهش میفته؟ اتفاقی بدجور. من یه ایرانی هم دوست دارم یارانم خرج افغان کنن. سعی ما رو جدا کنید. خدا خسته شدم از دست شما که چسبیدیم به این دو تا خشت مال دنیا. همه افغان ها و همه آدمای خارجی از ایران باید اخراج بشن. بریم. نریم. ایران داریم. شما بله دقیقا ما راجع به ایران داریم صحبت. دولت نداره اصلا اینجا، مجلس نداره. جدی میفرمایید؟ بله. اینا که اینا بعد کجا ما در بردیم؟ آجا کجا میبرن شما رو اینا رو میگی؟ بیایید مدارس رایگان، بیایید زایمان رایگان، فرش قرمز. زایمان رایگان، مدرسه رایگان، افغانستانی. بله.